خانه من در خیابان فردا، نمیدانم در چند وقت پیش، پله‌های 4 طبقه ساختمان را مثل همیشه هول زده پیموده‌ای، با قلبی که از شوق و ترس زیبا و آزاد میکوبد. پشت در به آغوش من میافتی. دیگر اختیار وزن استخوانی تنت با تو نیست. تمام این وزن ظریف و بی آزار حالا به من آویخته است. نمیدانم چه مدت همانجا پشت در هم آمیخته بر جا مانده ایم. چرا باید بتوانیم زمان را حساب کنیم؟ چرا باید حساب دانست؟ زمان در ماست، ما در زمان هستیم. این شکوه را نباید با محاسبه آلود. در این سکون بی زمان از 2 تنه برپا مانده من صدای کوبیدن یک قلب و وزش یک سینه را می شنوم و سکون فقط با امواج بی صدای بوسه ها و بوسه ها و بوسه هاست که می شکند. در اتاق خواب من، اتاقی به شکل مثلث با وتری منحنی، دیوار منحنی اتاق سراسر یک پنجره است و حالا پرده باز است و اتاق پر از آفتاب و تخت پر از آفتاب و من و تو برهنه در بستر. باز هم صورت تو فاصله شانه و گردن مرا پر کرده است و اشکت سینه مرا آبیاری می کند. من هدیه هستم. من هم شایان. شما به قسمت دوم از پادکست کهنگی گوش میکنید. خب ما توی قسمت دوم پادکستمون رفتیم سراغ رمان تحسین شده شب یک شب دو نوشته بهمن فرسی. یکی از رمان‌هایی که جدی بهتون میگم اگر که این کتاب رو بخونین متوجه زبان منحصر به فرد کتاب و ویژگی‌های درجه یکش میشین که قطعاً خیلی خوندنی و جذاب خواهد بود. فکر می‌کنم شاید برای شروع خوب باشه که ما یه معرفی از خود بهمن فرسی داشته باشیم تا حالا بیننده هامون کسایی که نمیشناسن بهمن فرسی رو هم در واقع بشناسنش. یه زمینه آشنایی داشته باشن. یه توضیح بدم این که بهمن فرسی سال 1312 تو شهر تبریز به دنیا میان. فکر کنم الان نزدیکای 92 سالشون باشه. 92 تازگی هم تولدشون بوده. 12 بهمن. درسته. خدا حفظشون کنه. خدا حفظشون کنه. ان شاءالله که همیشه سلامت باشن. واقعا بهمن فرسی در واقع تو دوره نوجوانیشون کلا تحصیلشون رو رها میکنن، یه جورایی ترک تحصیل میکنن و میرن سراغ علاقهشون که همون نوشتنه. البته توی اول کتاب شب یک شب دو که خودش یه معرفی از خودش می‌نویسه میگه من از 14 سالگی کار کردم. آفرین. حالا چه نویسندگی بوده چه هر چیزی وارد دنیای کار میشه و درس رو کلا میذاره کنار. بله دقیقاً. و در واقع تو خیلی از نشریات مختلف اون موقع در واقع فعالیت کرده بود و قلم زده بود و نشریات خیلی مختلف بوده مثل نگین، ایران آباد، اندیشه و هنر، کیهان. تو خیلی از اینها نوشته هاشون در واقع منتشر میشه اون سالها، ولی به عنوان اولین کتابی که بخوایم بگیم از بهمن فرسی منتشر شد یک نمایشنامه بود به نام نبیره های بابا آدم. بعد از اون هم دیگه میره سراغ در واقع نوشتن مثلا یک مجموعه داستان کوتاهشون که اسمش زیر دندان سگ هستش و که اون هم واقعا فوق‌العاده است. واقعا چه مجموعه داستان درجه یکیه. و جلوتر هم که میرسیم به رمان شب یک شب دو، هنرش رو انگار در ادبیات داستانی میاد به رخ میکشه با این دوتا کتاب. دقیقاً. در صورتی که عمده بیشتر کتاباش تا اون زمان نمایشنامه بوده. آفرین. ولی میاد با این دوتا قدرتش رو به رخ میکشه به نظرم. دقیقاً. و مخصوصا که دیگه شب یک شب دو هم که تنها رمانشونه و یکی از واقعا درخشان ترین رمان‌های معاصر فارسی. حالا ما جلوتر به خلاصه داستان و به فرم کتاب هم میرسیم. من فکر می‌کنم که بهمن فرسی فعالیت‌های هنری دیگه هم داشته. یکم از فعالیت‌های دیگه‌شون هم به ما بگو. آره بهمن فرسی جدا از اینکه حالا نویسنده خیلی چیره دست و ماهری بوده، کلا یک آرتیست
میشه بهش گفت. خب توی نقاشی، توی شعر، توی بازیگری، توی فیلمسازی، کارگردانی تئاتر، همه اینها دستی بر آتش داشته. نقل شده که مثلا دوران دبیرستان با علی نصیریان، فریدون فرخزاد، مهدی فتحی با اینا می‌خواسته گروه تئاتر با اینا می‌خواسته گروه تئاتر راه اندازی کنه که مثل اینکه تا آخر دوره دبیرستان هم این گروه تئاترشون بوده. به به چقدر جذاب. آره و حتی توی بازیگری تو 2 فیلم مهرجویی هم بازی میکنه، یکی پستچی، یکی دایره مینا، و چند تا از تئاترهای خودش، چند تا از نمایشنامه‌های خودش رو خودش میبره روی صحنه اجرا میبره. یه چیز جالبی هم که راجع به فورسی میگن که فورسی از اولین نمایشنامه نویسای ایرانی بوده که تئاتر ابزورد و اصلا وارد نمایشنامه نویسی ایرانی میکنه. برای همین اصلا اون دوره دهه 40 و دهه 50 خب دوران شکوفایی یه سری از آرتیستا و یه سری از نوابغ به نظرم هنری ایران بوده که فورسی هم جزو اونها بوده. دقیقاً. آره نکته ها که زیاده راجع به آقای فورسی. تو نکته دیگه ای داری اضافه بکنی؟ من یه سری در واقع نکته هست، حالا من فکر می‌کنم اینا رو بهتره که در خلال خود در واقع کتاب بگیم که بخوایم به فرم و خلاصه داستان برسیم، مختص به خود شبیه آره اونجا دقیقاً بتونیم خیلی کامل‌تر بهشون بپردازیم. من فعلا نکته‌ای ندارم. خب بسیار عالی. پس به نظرم بریم یه بخش کوتاهی از کتاب رو بشنویم و باز دوباره برگردیم و بحث رو ادامه بدیم. 22/9/63 یادم هست در پاسخ کارت پستی که تو برایم فرستاده بودی وصیت‌نامه کوتاهی در چند ماده و بی هیچ تبصره برایت نوشتم. 1. اشکال ندارد. تو گفته بودی 1% احتمال دارد بتوانی داستان من و خودت را برای ژیرار بگویی، از او ببری و پیش من برگردی. با این همه من از تو خواستم که بروی و چیزی را که به خود تو مربوط است خودت قطع کنی. باشد. مثل هزاران مورد ریاضی دیگر باز هم 1% از 99% شکست می‌خورد. من شکایتی ندارم. چون ریاضیات شکایت بردار نیست. 2. شجاع باش و مردی را که ترک می‌کنی دیگر عزیزم صدا نکن. این بیشتر احساس ریا و درویی در آدم زنده می کند تا احساس پیوندی ریشه دار. 3. به جای همیشه اینجا خواهم ماند بس بود که بنویسی اینجا خواهم ماند و خودت را با همیشه اسیر نکنی. همیشه هرگز وجود ندارد. به زودی می بینی که همیشه آنجا نمانده ای، آن وقت شاید از خودت بدت بیاید. 4. درست است. این زمانه و این زیست و این آدمیزاد ما را طوری بار می آورند که هرگز نتوانیم فعلهای یک رو و خالصی برای بیان کارهایمان به کار ببریم. به ما راضی نیستم و راضی هستم یاد نمی دهند. به ما ناراضی نیستم یاد می دهند که معنی آن راضی نیستم است. فرار از این زبان بازاری و موذی و پلید یا جنگیدن با آن اصلا آسان نیست. ولی اگر تسلیم این زبان باشیم دیگر هیچیم. بنابراین به تو توصیه می کنم جغرافیایی را بخواه و آرزو کن که در آن بی هیچ سعی و قصد قبلی با کلمات شسته و تیز بتوانی راضی بودن و راضی نبودن را بگویی و بنویسی. خب هدیه ازت میخوام که یک خلاصه داستانی طبق روال همه اپیزودهایی که قراره داشته باشیم یه خلاصه داستانی از کتاب بدی که اونایی که کتابو نخوندن بیشتر با این خط و کلیت داستان مواجه باشن. آره حتما. رمان شب یک شب دو واقعا یک خط داستانی خیلی عجیبی داره به نظر من. به ظاهر خط ساده‌ای داستانش، ولی اگه بخوایم به فرمش بپردازیم یک سری از در واقع مثل سهل ممتنع واقعا خوندن این کتاب. درجه یکه، واقعا درجه یکه. یه خلاصه‌ای بخوام اگه راجبش بگم این هستش که کاراکتر اصلی کتاب یعنی زاوش ایزدان داره نامه هایی که بین خودش و معشوقش بیبی
طی 7 سال گذشته با هم رد و بدل کردن رو دونه بدونه میخونه و نکته جالبش اینجاست که بدون هیچ ترتیبی این نامه ها رو میخونه. میونه کلمات این که گفتی 7 سال، خب من میدونم تو خیلی این کتابو دوست داری. کتابو چندین و چند بار در واقع قور کردی توی کتاب. این 7 سالو بهم بگو از کجا فهمیدی؟ آره شما این نکات حالا خیلی ریز کتابه، یعنی این از روی تاریخ‌های کتاب، از روی تاریخ نامه‌هایی که در واقع ما اول هر نامه نشستی اینا رو نگاه کردی ببینی. یه سری در واقع اون تاریخ‌هایی که تو اول هر نامه ما مثلا داریم با ذکر تاریخ و ذکر روز داریم نامه‌ها رو می‌خونیم. دقیقاً. از خلال اینا میشه فهمید که این نامه ها 7 سال پیش بین این دو نفر رد و بدل شده. اولیش مال 7 سال پیشه. آره و در واقع یک گپی افتاده بین اینها و حالا اینا بعد از گذشت این همه سال زاوش نشسته دونه دونه این نامه ها رو تو یک شب داره نامه ها رو مرور میکنه. و حالا جالبش اینجاست اگه ما بخوایم بهش فکر کنیم از لحاظ زمانی که چقدر طول کشیده این داره دونه دونه نامه ها رو میخونه، شاید کمتر از 1 ساعت برای زاوش زدان طول کشیده باشه. زمان واقعی کتاب رو دارم میگم، نه داستان که به هیچ وجه. اون زمانی که دونه بدونه نامه ها رو داره مرور میکنه تو ذهنش احتمالاً کمتر از 1 ساعته. و خب این خودش نکته خیلی نکته شاهکاریه واقعا. و خلاصه داشتم میگفتم نامه ها رو میخونه، میندازه تو آتیش و بدون ترتیبی نامه ها خونده میشن. ما متوجه میشیم که در واقع معشوقه زاوش فردیه به اسم بیبی. بیبی توی اروپا طراحی لباس کار میکنه و هر زمان که برمیگرده ایران توی ملاقات هایی که در واقع با زاوش داره در واقع تجدید خاطراتی با هم دیگه دارن. و فکر کنم یاد رفته که بیبی ازدواج کرده جلوتر. آره. فکر کردم فراموش شد. نه فراموشم نشد. اینو حالا ما در خلال کتاب متوجه همه این نکات خواهیم شد و ما از بین همه این نامه هایی که در واقع داره زاوش مرور میکنه برای ما کاراکترهای متفاوت رو باشون برمیخوریم. اون نقدی که خود بهمن فرسی به جامعه روشنفکر اون زمان داشته رو باهاش برمیخوریم و قصه های دیگه. این خلاصه کلی داستانه که واقعا درخشانه. همین که حالا خلاصه دیگه شاخ و برگ میگیره و داستانهای دیگه فرعی که توی دل این هم کاراکترها و هم خورده داستانهایی که حالا ما از این اون کلیت بستر رمان هستش که گفتم بگم. ولی بخوایم اگه به فرم کتاب برسیم، کتاب فرم به شدت منحصر به فردی داره. من تمام این سالها بین در واقع نقدهایی که میخوندم در رابطه با کتاب شب شب که از بهترین نقدها رو خانم سپینود ناجیان نوشته راجع به این رمان که به نظر من خالی از لطف نیست. اگر علاقه‌مند هستین و رمان رو خوندین مراجعه بکنید و نقد ایشون رو بخونید راجع به این رمان. خیلی نکات درجه 1 رو ذکر کردن واقعا. برسیم به فرم کتاب. به نظر من همونجوری که گفتم کتاب یک فرم منحصر به فردی رو داره. ضمیری که توی کتاب استفاده شده ضمیر متفاوتیه. به چه شکل؟ به شکلی که میگم وقتی زاوش داره نامه ها رو دونه بدونه میخونه انگار داره برای خودش و برای مخاطب اونها رو دوباره مرور میکنه. داره میگه که تو اینجا، خطاب بیبی، تو اینجا به من این رو گفتی و من به تو این رو. و جاهایی از کتاب وجود داره که با گذاشتن در واقع خط تیره راوی اضافه شده به داستان. یعنی انگاری که زاوش داره پیش خودش فکر میکنه، میگه آهان برداشت خودش از نامه رو با یه خط تیره مشخص و حالا این برداشته انگار برداشت صحیح تریه. چرا؟ چون یک زمانی ازش گذشته و انگار داره با یک نگاه عاقلانه تری راوی برای ما صحبت میکنه و خب این خیلی حیرت آوره. ما میفهمیم این رو. جایی هستش که توی یک مصاحبه خود بهمن فرسی این برای من خیلی نکته جالبی بود. راجع به رمان شب شب 2 میگه که من مطمئنم که ادبیات فارسی به این رمان برمیگرده و برای خودش حتی یک جا این رو میگه که من برای خودم خیلی عجیبه که چطوره که 20 سال پیش اون زمانی که حالا باهاش مصاحبه کرده بودن برمیگشته به 20 سال گذشته. میگه من برای خودم خیلی عجیبه که چطور تونستم 20 سال پیش به یه همچین انسجام و کمگوی شاعرانه دست پیدا کنم و برام سواله که آیا دوباره میتونم این کار رو تکرارش بکنم. بله. یعنی انقدر درجه 1 که خودش هم باورش نمیشه که دقیقاً. و واقعا هم این هست. یعنی انقدر کتاب از نظر من
به اندازه است. یعنی شما پرگویی تو کتاب بعید میدونم کتابی جاهای شوخیایی باهات میکنه که خندت میگیره، دقیقاً میخندونت داستان. دقیقاً همینه. یه جاهای شوکت میکنه، یه جاهای احساساتیت میکنه. بله. یعنی همه چیز کتاب به نظرم به اندازه و دقیقه. و انقدر به نظر من این روابط انسانی که توی کتاب ذکر شدن و روابط با هم دیگه ملموس و طبیعی و دقیق هستن. زندگی شهری رو چقدر دقیق نشون میده. یعنی زندگی توی تهران اون موقع، اون دوران که خیلی بی‌شباهت به زندگی تهران امروزی هم نیست رو شما کاملا میتونی از تو کتاب در بیاری واقعا. که ببینی اون موقع چجوری بوده زندگی شهری تو تهران. به نظرم شاهکاره، واقعا فوق‌العاده. یعنی میگم اصلا بر من این همیشه تو رمان شب یک شب دو یکی از نقاط قوتیه که تو ذهن من همیشه میاد. وقتی به این کتاب در واقع برمیخورم تو ذهنم یه بار دیگه، میبینم که انقدر این روابطی که داره ازشون صحبت میکنه، حالا چه رابطه خود زاوش و بیبی، چه رابطه زاوش با دوستان خودش. مثلا یه دوست صمیمی داره، حافظ که حالا اصلا توضیحشو نمیدم، خودتون کاراکتر مورد علاقه من توی کتاب حافظ واقعا. یعنی انقدر که شما میفهمید که رفاقت چقدر در اومده. بله. با یک نامه و خلاصه فرم کتاب فرم واقعا منحصر به فردیه. و خب من بذار یه چیزی ازت بپرسم. ببین خب این کتاب تمش اگر بخوای بگی یه تم اروتیک عاشقانه طوره، یعنی میتونی جزو این کتگوری قرارش بدی این کتابو. یه چیزیه که انگار بین این دوتا در حال رفت و آمده، هم اروتیکه هم عاشقانه است. حالا من میخوام ازت یه سوالی بپرسم. آیا به نظر تو این روابط اروتیک و عاشقانه‌ای که توی کتاب هست زیاده روی نداره؟ میخوام نظرت رو بدونم و حتی نقدهایی که راجبش خوندی، خود چندین بار کتابو خوندی، میخوام الان این قسمت از کتابو برام روشن کنی. ببین به نظر خود من که به هیچ وجه، یعنی میگم از همون جایی میاد که از همون کاراکتر پردازی میاد که تو ذهن خود آقای فورسی نقش بسته. چون ما با یک رمان مدرنی طرف هستیم. وقتی شما با رمان مدرن طرفین، یعنی کاراکترهای شما هم کاراکترهای مدرنی هستن. کاراکترهای مدرن ویژگی‌هایی دارن که در واقع ماها میشناسیمشون، خودمونیم. چرا؟ به خاطر اینکه اونها به اندازه کافی ضعفاشون رو نشون میدن و به همون اندازه ممکنه نقاط قوتشون رو نشون بدن. در نتیجه ما به اندازه با اینها طرفیم، به صورت اغراق شده اینها رو نمیشناسیم. حالا در رابطه با این سوالی که پرسیدی، حالا صرفا این کتاب رو نمیتونیم، حالا بله کتاب تم اصلی کتاب عاشقانه و اروتیک و اینها هستش، ولی صرفا همین هم نیست اصلاً. چرا که در واقع کتاب داره میگم در واقع یک نقدی هم داره به جامعه روشنفکری، نقد تند و تیزی هم داره. و خب این زبان صریح بهمن فورسی رو میرسونه. خیلی ها اون زمان به بهمن فورسی گفتن که تو داری خودزنی میکنی با نوشتن این در واقع رمان. چرا؟ به خاطر اینکه خب خود بهمن فورسی هم جزو اون روشنفکرها قرار میگرفته. یعنی میخوام بگم انقدر این زبان بهمن فورسی صریح هستش. حالا این تو اون قسمت‌های عاشقانه کتاب هم صدق میکنه، ولی به نظر من هیچی از تقدس خود عشق کم نکرد، که اضافه هم کرده، زیباترش هم کرده. دقیقاً. و خب در واقع این تقلیل یافته است به نظر من، این که بخوایم صرفاً بگیم که کتاب اروتیکیه. خب به نظر من خب خود نویسنده، خود مؤلف بهمن فورسی اگر کسیه شناخت کمی هم روی بهمن فورسی داشته باشه، میدونه که کلاً صراحت کلام داره این آدم. یعنی راحت فحش میده، راحت، یعنی نظرش رو آره خیلی آدم راحتیه. خیلی جاها شنیده بودم که اصلا میگن بهمن فورسی بددهن بوده یا بددهنه. خب کسی که یه همچین مؤلفی، پس یه همچین کتابی هم ازش برمیاد و به دل هم میشینه. بله. چون ادای این کارو در نمیاره. این چیزیه که خودش بهش باور داره. یا حتی اگر بهمن فورسی داشت، منم به این فکر می‌کنم اگر میخواست که حالا شاید از واژه‌های استفاده بکنه که بددهنی ما لحاظش میکنیم، شاید اگه میخواست از اونها هم بعضا استفاده نکنه، یه جوری انگار داشت خودش رو سانسور میکرد، چون اونه کاراکتر بهمن فورسی، چون این کاراکتر صریحیه. البته گفتی سانسور، یادم اومد که توی کتاب سانسور رو هم نقد میکنه بسیار شدید. یعنی
یه چیزی هست که حالا من اصلا نمیخوام، این بحث خیلی طولانی میشه، ولی شما رد پای سانسوری که قبل از انقلاب وجود داشته رو از یه سری از کتاب‌های اون دوران میتونی بفهمی. دقیقاً. متاسفانه بعضی‌ها این کتاب‌ها رو ربط میدن به جریان‌های چپی و چیزهایی که اصلا قابل درک نیست، چیزهایی ملموسی در جامعه بوده که این کتاب‌ها بازتاب اون دورانن. درسته کاملا. آره این رو گفتم بگم که یادم آمد. یه چیز دیگه هم میخوام ازت بپرسم. این رو چون خودم باهاش برخوردم، کتاب یه سری منتقد داره، یعنی یه سری انتقادها به کتاب میشه. عموما که نگاه ها به شب یک شب دو صفر و صدی تقریبا، یعنی نگاه خاکستری خیلی بهش وجود نداره. یا یه سری ها مثل من و تو شیفته کتابن، عمیقاً کتاب رو دوست دارن. یه سری ها هم کتاب رو اصلا کتاب نمیدونن، یعنی کتاب رو یک چیز خلاصه ناجوری میدونن کتاب. و با این لیبل کتاب رو خیلی ها معرفی میکنن که کتاب ضد زنیه. من حالا به عنوان اینکه یک مرد هستم و کتاب رو خوندم یه همچین برداشتی نداشتم، خیلی هم در جایگاهی نیستم که بتونم نظری بدم. اما تو خودت یه خانومی و این کتاب رو خوندی و حتما احساسات زنانه رو میتونی خوب بهتر بیان بکنی. میخوام نظرت رو از این دید هم بهمون بگی که آیا کتاب ضد زنیه؟ خیلی به نظر من نکته درجه یکی رو یادآور شدی، چون که من هم تو خیلی از در واقع نقدهایی که روی این کتاب هست با این برخوردم. راستش این کاملا نظر منه. واقعا امیدوارم هم همه شنونده ها که اینو میشنون خودشون نظر خودشون رو هم برای ما بنویسن. خیلی خوبه. کاملا این نظر شخصی خود منه. به نظر من به هیچ عنوان نمیتونیم به این کتاب بگیم ضد زن. چرا؟ به خاطر اینکه همون نکته که من داشتم راجع به اینکه کتاب رمان مدرنی هست صحبت کردم، برمیگردم به همین نکته. شما اگر که متوجه این نکته بشین که با رمان مدرنی طرف هستین، شخصیت ها واقعی هن. یعنی شما چیزی رو ازشون انتظار دارین رو میبینید، میخونید، درک میکنید. کاراکترها قلوف شده نیستن، خیلی خوب یا خیلی بد نیستن. بله. یه جاهایی بدن، یه جاهایی خوبن و ما با همدیگه اینها رو در یک نقطه به هم میرسیم. یه جایی بهشون حق میدیم، یه جاهایی ازشون ناامید میشیم. و خب اینا همه ویژگی هایی هستن که ما تو این رمان باهاشون طرفیم. و حالا به نظر من کسانی که میان یک همچین لیبلی رو میزنن روی این کتاب که میگن کتاب ضد زنیه، به خاطر اینکه شاید به نظر من بخواد نقدشون صادقانه خونده بشه، میان این هم به نظر من دیگه خیلی دم دستیه یه همچین نقدی. خیلی. چرا؟ چون میان یه تیکه جنسیت رو میخوان از کتاب جدا بکنن. دقیقا. حالا یا جنس مرد یا جنس زن و بخوان اون نقده رو بچسبونن به این جنسیت. واقعا نگاه به نظر من نازلیه به این کتاب. حیف اصلا مگه میشه یه همچین به نظرم هیچ اثر هنری رو نباید با یه همچین چیزهایی مقایسش بکنن. واقعا خب تو اون اثر چیزهایی یه حجمه هایی باشه روی یه کاراکتری که به ناحق، ولی خب ما تو این کتاب بعید شما میدونم یه داستان میخونی، یک مانیفست که نمیخونی، ولی یک داستانی میخونی. حالا ممکنه یکی از کاراکترهای اون داستان اصلا گیریم ضد زن باشه. این به نظرم دلیل برای نمیشه که شما به لیبل بزنی نویسنده به کتاب اینه. کلیت اثر رو بخوای زیر سوال ببری، به نظرم خیلی کار عجیب و غریبیه. درباره خود کتاب، فرم کتاب و همین چیزهایی که صحبت کردیم، من چون چیزی نوشته جلوم نیست که بخوام یعنی یادم باشه، میخوام بپرسم ببینم چیزی رو از قلم انداختیم یا نه. نه من هم نکته خاصی تو ذهنم نیستش. فکر می‌کنم تمام چیزایی که لازم بود بگیم رو گفتیم. حالا باقیش بمونه برای شنونده هامون که بخوان کتاب رو بخونن و نظرشون رو برای ما بنویسن. حتما. خیلی ما مشتاقیم که نظرتون رو بدونیم. به نظرم اگه موافق هستی بریم تیکه دیگه ای از کتاب رو با هم بشنویم و برگردیم. متشکرم. همین، دیگر چیزی پشت این کارت پستی نیست. چرا یک کلمه چاپی بیرنگ بیرمق نیست هست؟ کدا؟ در واقع این یک کارت پستی هم نیست، این یک عکس است. عکسی از صورت تو. حتما ژیرار این عکس را از تو گرفته. من خیال نمی کنم ژیرار کاری بکند و خیال نکند آن کار شاهکار است. حقیقت این است که عکاس با این عکس موفق نشده است هیچ بعدی از موضوع را تعریف کند، چون موضوع را اصلا نمی شناسد.
به اصطلاح کتاب حساب دوم ابتدایی، این عکس عکسی است که عبارت از تو نیست. آن عکسی که حافظ فقط از دستهای تو در وقت خواندن نامه من گرفته و برایم به امریکا فرستاده بود، خیلی بیشتر خود توست تا این عکس که ظاهراً صورت تو را به آدم نشان می‌دهد. این عکس را فرستاده بودی که من از تو نفرت کنم؟ چرا پشت عکس فقط نوشته است متشکرم؟ حتما این عکس را همراه نامه‌ای برایم داده بودی، ولی حالا این عکس جداست، تنهاست. نامش معلوم نیست کدام یک از این نامه هاست که دست زمان ترتیب تاریخی آنها را به هم ریخته است. من نامه های تو را دارم می سوزانم، چون همیشه از اینکه چیزی برای پنهان کردن داشته باشم نفرت داشتم. فاش بودن را با همه ضررهایش غالباً پذیرفتم. بیا گذشته ها را اگر دوست داریم در آینده ها تکرار کنیم، در آینده ها زنده کنیم. قراول آثار گذشته بودن دلخوشی بی ربطی است. بگذار این گذشته و آثارش به این معنا و صورت اصلاً وجود نداشته باشد. این عکس را هم می سوزانم. خب شایان، اگر موافق هستی بریم یکم از در واقع حال و هوای انتشار کتاب اون سالها بهمون بگی و کمی هم راجع به انتشاراتش صحبت کنیم. حتما. کتاب خب در سال 53 منتشر میشه. همونجوری که خود فورسی میگه 5 سال نگارش کتاب طول میکشه که درگیر مثل این که مریضی بوده، درد استخوانی داشته و نگارش کتاب طول میکشه. سرانجام سال 53 کتاب منتشر میشه از انتشارات 51. انتشارات 51 به توضیح اگه بخوام راجعش بگم، یه فروشگاهی هم داشته مثل که تو خیابون ویلا کریم خان. اونجا رو ظاهراً بیژن الهی و شمیم بهار با هم راه اندازی میکنن و کلا یه سری افکاری داشتن که میخواستن کتاب‌های شعری توی اون انتشارات چاپ بکنن که مال خب شعر موج نو بوده، کمتر شنیده شدن یا کمتر خونده شدن. میرن یه دوره سینمایی در میارن از 6 تا کارگردان. دوره فوق‌العاده برای کسایی که اگر میخوان کتاب‌های سینمایی بخونن حتما توصیه میکنم که اون کتاب‌ها رو بخونن. کارگردان به کارگردان، آره. به کارگردان. مثلا پازولینی یه کتاب داره، وایلدر 6 تا کتابه. درست. که همشون هم با یک قطع خشتی مانندی چاپ میشن که یک طرح جلد به خصوصی هم داره. همینطور کتاب شب یک شب دو هم این ویژگی رو داره و همشون توی یک قطع و یک شکلن، به صورت خشتی چاپ میشن و با جلد شومیز. کتاب آره توی اون انتشارات به چاپ میرسه که البته سرانجام اون انتشارات هم بخوایم با هم بررسی بکنیم، بیژن الهی یک کتابی میخواسته در بیاره که ظاهراً مصادف میشه با یه اتفاق ورزشی توی ایران. فکر کنم برای المپیک بود اگه اشتباه نکنم. المپیک یا مسابقات آسیایی، این رو مطمئن نیستم، یعنی خاطرم نیست که بخوام دقیق بگم، ولی یادم یه همچین ماجرایی بوده و اون تصادفی، حالا اون تایم حالا نمیدونم عمدی بیژن الهی میخواسته این کارو بکنه یا تصادفی بوده. کتاب با اون ماجرای ورزشی توی ایران در یک تایم قرار میگیرن و ساواک میریزه اونجا و تمام کتاب‌ها رو خمیر میکنه و آره انتشارات بسته میشه برای همیشه و آخرین کتابی که از انتشارات 51 به چاپ میرسه همین شب یک شب دوه. در مورد خود چاپ شب یک شب دو هم اون اوایل گیر سانسوری و اینها داشته، یعنی گیر این که بخواد کتاب توقیف باشه و منتشر نشه. من شنیدم یه همچین موضوعی هم برای کتاب پیش اومده بود که نمیذاشتن کتاب چاپ بشه یا اصلاحی هایی بهش داشتن، میخواستن سانسور بکنن کتاب رو، ولی سرانجام همون سال 53 کتاب منتشر میشه. یه داستان خیلی جالبی داره این کتاب که من توی همون نقدی که از خانم ناجیان خوندم بهش برخوردم. کتاب 500 نسخه ازش تو انبار همون انتشارات 51 مونده بوده. حالا انبار اونجا که گفتم تعطیل شده بوده و خاک خورده اون انبار بوده. بعداً میخوان نمیدونم انبار رو اجاره بدن، انبار رو بفروشن. صاحب بعدی وقتی میره تو انبار
میبینه 500 تا نسخه شب یک شب دو آکبند. چه صاحب خوشبختی. حالا گوش کن ببین چیکار کرده. این آدم اون 500 نسخه رو به قیمت بسیار نازلی میریزه تو بازار کتاب ایران. مثلا جلدی فکر کن 1000 تومان اینا. آره. و بعد دستش درد نکنه که با قیمت کمی داده، انگاری که خب قیمت کم داده به کتاب فروشا. میدونم ولی از یه انگاری که یه بخش مثبتی هم داره، نمیدونم. آره ولی به نظرم اگر میدونسته که با چه گنجی آره طرفه، اگه میدونسته فکر کنم هرگز این کارو نمیکرد که چه گنجی توی اون ملکی که به دستش رسیده بوده، به نظرم هرگز این کارو نمیکرده. الان که ما داریم این اپیزودو ضبط کنیم آخر سال 403 نسخه اصل کتاب، البته این که میگم نسخه اصل باز بستگی داره به اون تمیز باشه نباشه. به 1000 تا واقعا. آره بین مثلا شما فکر کن 6 تا 8 میلیون اینا قیمتشه اگر اصلش و تمیزش باشه. ولی آره یه همچین داستانی هم پشتش بوده که من شنیده بودم. آره 500 نسخه اینجوری میاد تو بازار. چقدر جالب. و آره کتاب اینجوری چاپ میشه دیگه، نه در دوران پهلوی نه در این حکومت جمهوری اسلامی کتاب هرگز چاپ نمیشه، تا اینکه شما و انتشارات کتاب فروشی کهنگی کتاب رو یک بار دیگه منتشر میکنه. البته نسخه زیرزمینی کتاب بسیار زیاده، ولی من میخوام یه توضیحی بدی راجع به این که ما چه جوری کتابو چاپ میکنیم. و آره حتما، واقعا باعث افتخارمونه چاپ کردن این عناوین. همیشه گفتیم این رو. در واقع ما خیلی میگم ما راجع به تو اپیزود قبلی هم در واقع این نکات رو گفته بودیم راجع به بحث چاپیمون که ما با چه مشقتی در واقع و با چه وسواسی خودمون میایم همه کتاب‌ها رو عناوین رو دوباره مجدد می‌نویسیم کاملا مطابق با نسخه‌های اصلی که خودمون از عناوین داریم. یه مطابقت خیلی در واقع عین به عینی صورت میگیره، هم از صفحه آرایی بگیر هم از هر جهت دیگه خلاصه. و در واقع نکته‌ای هم که ما سعی کردیم دوباره توی این رمان هم رعایت بکنیم و تو زحمتش رو کشیدی مثل همیشه، طراحی جلد این کتابه که دوباره یک ادای دینی به طراحی جلد انتشارات. آره ما تمام کتاب‌ها رو سعی کردیم یه همچین کاری بکنیم مگر کتابی که دیگه کتاب نبوده. آره مثلا مثل پرویز اسلامپور، مثل کتاب بهرام اردبیلی که اینها سابق بر این کتاب نبودن و ما کتابشون کردیم. بله دقیقاً. یه نکته یادمه به من گفته بودی راجع به طرح جلد 51 و اون پشت جلد. میخوام این رو یه بار الان بگی، با اینکه شاید تو قسمت قبل بعد میگفتیم ولی خب یادمون نبود. الان بگو. آره حتما. یه نکته خیلی، یعنی من یادمه اولین بار که این کتاب رو داشتم میخوندم رسیدم به قسمتی از کتاب که زاوش داشت خونه خودش رو ترسیم میکرد. میگفت که خونه من چه شکلیه. میگفت ما در یک مستطیلی هستیم، یک مثلث چسبیده به اتاقمون و یک وتری به همینها رو وصل کرده. این شمایلی بود که داشت از اتاق و خونش برای ما میگفت. من خاطرم هستش که کتاب رو بستم و دقیقاً اون پشت کتاب که نوشته انتشارات 51 بالاش یک مستطیل و یک مثلث پهلو هم بود و این همزمانی انقدر برای من جالب بود. گفتم چقدر جالب، آیا این تعمدیه؟ نمیدونم و هنوز ولی فوق‌العاده نمیدونم و خیلی برای من نکته جالبی بود و انگار یه رمزی برات. آره انگاری که دقیقاً انگار یک لولی در حقیقت میره به سمت بالاتر طراحی جلد واسه تو. یعنی تو میگی وای به من فقط صرفاً یک مستطیل و یک مثلث در کنار هم ندیدم، معنا در ذهن من به وجود میاره. و حالا این فکر کنم راجع به خود عکسی که روی جلد آره راجع به اونم بگو. تو فکر کنی اون بیبیه؟ من واقعا نمیدونم باید چی بگم ولی من خودم فکر میکنم اون بیبیه. من امیدوارم بیبی باشه چون دوست دارم بیبی باشه خودم. و خب اون موقع راجع به اینم یه ذره چیز میز خونده بودم، مثلا میگن که انتخاب یه همچین تصویر جلدی برای کتاب خیلی جسورانه بوده. درسته. خب یک زنی هست که خیلی آرایشی نداره، زیر چشماش سیاهه، موهاش حتی نامرتبه. حالا بگیم چرا جسورانه بوده، چون پیش از این خب طبعا همه میدونن قبل از انقلاب طراحی جلدها به هر حال آره خیلی سانتیمانتال بوده. آره دیگه همه خب به هر حال با چهره‌های آرایش کرده و خب خیلی زیبایی بودن. آره زیبا. و این از جهت متفاوت بودنش ما این ساختارش کنش دقیقاً اومده یک چهره تقریبا نیمه مرده و کارمند، انگار مثلا اون زن کارمند خیلی معمولی و ساده
به نظرم خیلی اینا رو میدونم باید توی بخش قبل میگفتیم، ولی خب ببخشید که یادمون رفته و الان داریم راجع بهش حرف میزنیم. میخوام راجع به اسم کتابم هدیه بهمون بگی. بله. یه توضیحی بدی شاید برای اونایی که نمیدونن کتاب اسمش چیه و بد تلفظ میکنن، هم معنی و مفهومش رو بگی، هم نوع دقیق درست تلفظش رو. حتما. من سعی میکنم که بدون اسپویل این قسمت رو توضیح بدم که اصلا برای شما در واقع کتاب لونر. در واقع اسم شب یک شب دو از جایی میاد که در واقع بیبی در اروپا یک لباسهایی رو طراحی کرده و نام این دو لباس به خصوص رو گذاشته شب یک و شب دو، و حالا این اسم منحصر به فردی که بیبی گذاشته و داره برای زاوش تعریف میکنه شده اسم کتاب، که به نظر من صرفا دیگه اسم یک لباس نیست. یعنی خیلی خیلی معانی بیشتری رو تو خودش داره که قطعا شما کتاب رو بخونید همه لایه های کتاب برای شما معنی پیدا میکنن و ازشون لذت خواهید برد. و آره داشتیم راجع به چاپ انتشارات خودمونم میگفتیم. تلفظ درستش هم بگو. آره. چون خیلی هم میگن شب یک آره. شب دو. نه اصلا رو خود کتاب علامت ساکن آره روی خود واژه رو حرف ب گذاشته شده، بر همین تلفظ صحیح شب یک شب دو هستش. بله. و آره میگم راجع به چاپ حالا ادامه چاپ خودمون رو توضیح من بده. فکر نمی‌کنم در واقع چیزی رو از قلم انداخته باشم. این که چند نسخه بود، چاپ چندومه، اینها رو هم اگه دوست داشتی بگو. آره میخوای خودت بالا یه توضیح بده راجع بهشون. چاپ اول ما اگر اشتباه نکنم 100 نسخه بود. درست. و چاپ دوم رو حالا چون یکی از طرفدارترین کتاب‌های کتاب فروشی ما هست، بله. ما چاپ دوم رو 200 نسخه منتشر کردیم که میگم نسبت به تیراژهای کتاب فروشی ها و انتشارات دیگه خب 200 شوخیه، ولی میگم از پرطرفدارترین کتاب‌های ماه و عموما من کم پیش اومده که کتاب رو به کسی هدیه بدم یا معرفی بکنم و اون آدم از کتاب خوشش نیاد. واقعا شب یک شب دو واقعا همچین کتابیه واقعا که به هر کسی میشه پیشنهادش کرد. واقعا خیلی درجه یکه. حالا اصلا ما هر چیزی که بخوایم، هر چقدر بخوایم صحبت بکنیم، به نظر من تا شما رمان رو نخونین نمیرسید به این صحبت ما، که امیدوارم این شور رو توتون به وجود آورده باشه. امیدوارم. در آخرم باز توی اپیزود قبلی هم گفتم اگر کسی استطاعت مالی این رو نداره که بتونه فیزیکی کتاب رو تهیه بکنه، من توصیهم همینه که کتاب رو به صورت اینترنتی و مجازی هم که شده بخونید. واقعا خوندن کتاب واقعا پشیمون نمیشید از خوندن این کتاب ها. بله پشیمون نمیشید. اگر حالا میگم نمیتونید کتاب رو به صورت فیزیکی بخرین، حتما بخونید. در مورد شب یک شب دو هم من خیلی جا شنیده بودم که صوتی کتاب با یه سانسور خیلی بدی یه نسخه انگار هست از صوتی کتاب که حالا اون دوست عزیزی که این کارو کرده سر خود برداشته یه سری از نامه ها رو اصلا نخونده و یه سری از جاهای کتاب رو هم که داشته میخونده دلش نخواسته بخونه. یعنی سانسور کرده، کلمه رو عوض کرده. من نمیدونم چرا اصلا این کتاب رو انتخاب کردی، خب یه کتاب دیگه انتخاب دقیقاً. و نمیدونم ما بتونیم برسیم، قولی که نمیشه اصلا، حیف که نمیشه قول ولی داد. اگر بشه، اگر زمان به ما یاری بکنه و فرصتی داشته باشیم، ما خودمون خوشمون میاد که خیلی زیاد بتونیم کتاب ها رو صوتی هم داشته باشیم. حرفای آخر رو بزن. و من که دیگه نکته‌ای ندارم. من هم دیگه نکته‌ای ندارم. مثل همیشه ممنون از شما که تا این قسمت و تا اینجا شنونده ما بودین و این پادکست رو شنیدین. امیدوارم که از این قسمت برنامه ما خوشتون اومده باشه و ممنون میشیم که مثل همیشه این قسمت رو هم برای دوستانتون که علاقه‌مند هستن به ادبیات و جریان‌های ادبی ارسال بکنید تا اونها هم بتونن گوش کنن و نظرشون رو آره. و اینکه ما خیلی هم دوست داریم اگر نقدی، انتقادی، چیزی هم هست حتما توی کامنت ها یا توی اینستاگراممون فکر میکنین که چیزی هست که باید بهمون بگین، خوشحالمون میکنید. حتما همینطوره. مرسی از شما. هرچه در دل دارم برایت می نویسم عزیزم. تصادف تماس با تو
آشنا شدن به وجود تو انقدر برام زیاد بود که کسی نمیتواند بفهمد. من توانستم تو را ببینم، تو را تماشا کنم. تو انقدر عجیب و پر و زیاد و غیرعادی و نامعلوم و ساده و طبیعی هستی که محال است کسی این همه اخلاق تو را ببیند و باز هم بتواند تو را تحمل کند، که شجاعت تحمل تو را داشته باشد. ترسی که از تو داشتم، عشقی که به هر کلمه و هر حرکت تو داشتم، احترامی که برای تو قائل بودم، اینها را هرگز نمیتوان تعریف کرد. من میخواستم فقط مثل یک حیوان چند سالی سرم را روی زانوی تو بگذارم و لذت ببرم که سرم روی زانوی توست. ما بر یک بلندی هستیم. سر تو به زانوی من است. باران می آید. بعد برف می آید. باد می آید. آفتاب است. ابر می شود. غروب است. شب است. ما تدریجاً رنگ می بازیم. گوهر می بازیم و سنگ می شویم. تندیس سنگی ما بر بلندی می ماند و کلمات تو مانند پیکانهای گل قاصد تک تک بر آسمان این تصویر رها می شوند. می گذرند و به اقیانوس خاموش نیستی می ریزند.